خوش آمدید. خوش اومدید. خوش آمد میگم. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش آمدید. خوش اومدید. خوش اومدید. سلام. دبیر انجمن علمی علوم سیاسی هستم. به خانواده علوم سیاسی خوش آمدید. سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمدید و امیدوارم که 4 سال دیگه که به این روز فکر میکنید مثل امروز بخندید. دانشجویان عزیز مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی ورودی جدید سال 1404 به شما خوش آمد. همه دانشجویان نوورود علوم سیاسی در دانشگاه یزد در تمامی مقاطع خوش آمدگویی داریم و امیدواریم که در این دوره سالهای خوبی رو پیش رو داشته باشیم. سلام. اینجا با هم یاد میگیریم که چطور اندیشه تاریخ رو عوض میکنه. خوش آمدید. قراره با هم دنیا رو از زاویه جدیدی ببینیم. سلام به خانواده علوم سیاسی، خوش آمدید. به رشته‌ای خوش اومدید که نباید از حرف زدن خسته بشید. اینجا همه چیز از یه سوال شروع میشه. خوش اومدید. خوش آمدید به مسیری که با فهم آغاز می شود و با آگاهی. علوم سیاسی یعنی جستجوی عدالت در میان پیچیدگی ها. ورودتو به این مسیر تبریک میگم. قراره با هم دنیا رو از زاویه تازه ببینیم. بریم با هم دیگه دانشکده و دفتر اساتید رو بهتون معرفی کنیم. اینجا عدل، ساختمان اصلی علوم سیاسی. دفتر دکتر جعفری، ریاست دانشکده علوم سیاسی. اینجا دفتر دکتر میرحسینی، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده است با گرایش مطالعات منطقی. دفتر دکتر سعید عطار با گرایش جامعه شناسی سیاسی. دفتر دکتر غفوری با گرایش مسائل ایران. دفتر دکتر الهام رسولی با گرایش روابط بین الملل. دفتر دکتر روشن با گرایش مسائل ایران. دفتر دکتر طاهری با گرایش مطالعات منطقی. دفتر دکتر عابدی با گرایش علوم سیاسی. ساختمان امامت دفتر دکتر کمالی رئیس بخش علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی. به دانشکده علوم سیاسی خوش آمد.